گفتن که میخوان سوریه رو عین لیبی کنن، اونجا رو به درگیری داخلی بکشونن، بعد ناتو بیاد بمبارون کنه، بعد بیان اشغال کنن، دولت جایگزین بیارن. به چند دلیل لیبی با سوریه متفاوت بود و سوریه از یک جنس دیگه است. اولا 3 دستگاه اصلی یعنی ساختار حکومت، سیستم اطلاعاتی و ارتش با ساختار آنچه که بشار اسد و مرحوم حافظ اسد رقم زدن عجین شدن. هر نوع به هم زدن این نظم یک پارچه سوریه رو متلاشی میکنه. لذا این انسجام امکان متلاشی شدن نداره. این رو خود غربی ها و اروپایی ها به خصوص فرانسوی ها خوب میدونن. نکته دوم اینه که لیبی از سرزمین فلسطین، سرزمین اشغالی فلسطین و رژیم صهیونیستی دور بود. اما لازم هشدار بدم به استراتژیستای آمریکایی که عنایت داشته باشید، توجه ویژه کنید. اسرائیل گروگان 3 فلش عملیاتی در منطقه است. اول گروگان خود دولت سوریه است، دوم گروگان مقاومت اسلامی لبنانه، سوم گروگان مقاومت اسلامی فلسطین در غزه است. یعنی هر نوع درگیری و جنگی که ناتو صورت بده علیه سرزمین سوریه به جای اینکه جواب ناتو رو بده، اگه توان و تمرکز موشک‌های بالستیک اسکاد بی و اسکاد سی خودش رو روی حیفا، روی تل‌آویو و سایر نقاط رژیم صهیونیستی قرار بده، رژیم صهیونیستی در کوتاه‌ترین مدت دچار مشکلات عدیده خواهد شد. پس از این منظر و جهت آن غزه‌ای که شما 22 روز به نام رژیم صهیونیستی باهاش جنگیدید، ازش شکست خوردید، اون حزب الله لبنان و مقاومت اسلامی که در جنوب لبنان 33-4 روز ضرب شست جوانان شیعه رو ازش دیدید، حالا اگر ضلع سوم این مقاومت یعنی خود سوریه هم اینجا درگیر بشه، رژیم صهیونیستی گروگان خط مقاومت در منطقه هست. چطور شما فکر کردید اینجا لیبیه؟ در یک چنین شرایطی سازوکار به گونه‌ای پیچیده رقم خواهد خورد که یک جنگ منطقه‌ای و جنگ جهانی صورت میگیره. چرا؟ حالا ابعادش رو بررسی کنیم. اولا الان هوا گرمه، تا 4 ماه آینده یعنی تا آبان ماه که ریاست جمهوری ایالات متحده میخواد رقم بخوره، دولت آقای اوباما آماده درگیری در هیچ جنگی نیست. لذا بلوف خاکستری پیمان ناتو علیه سرزمین سوریه نزنه. این شماره 1. نکته دوم اینه که به دلیل مشکلات عدیده مالی و فروپاشی اقتصادی اتحادیه اروپا، الان اتحادیه اروپا آماده جنگی نیست که برخلاف اینکه فکر میکنه عین لیبیه، اگه شروع کنه شروعش با اوناست، ولی خاتمش رو نمیدونید با کیه. مگر روزی که 2 سرباز متجاوز رژیم صهیونیستی رو حزب الله لبنان اسیر کرد در جنوب لبنان، فکر میکردید که درگیری که خانم کاندولیزا رایس باورش این بود که 2 روز طول میکشه به 34 روز استمرار پیدا کرد؟ اگر در یک چنین حرکتی دست به اقدام نظامی، اقدامی که نابخردانه عضو ناتو یعنی ترکیه انجام داد، هواپیمای افورش بالای سر در واقع سوریه قرار گرفت و ساقط شد در دریای مدیترانه، چنین حرکتی رو قرار باشه این دفعه دنبال کنید و صورت بدید، عنایت داشته باشید محدوده سوریه، لبنان و حرکت در واقع حماس در غزه با لیبی کاملا متفاوته. الگوی لیبیایی کردن منطقه سوریه یک طرح پیشاپیش شکست خورده است. شما یه شوخی کنید، جنگ با سوریه را بندازید، وضعیت انقلاب اردن تسریع میشه، زودتر میخواد ملک عبدالله را از دست بدید. شما که خاندان در واقع سعودی همه ولیعهداش بالای 80 سال هستن، هنوز شاه نمرده، ولیعهدش در واقع به درک واصل شده، چطور میخواید درگیر یک جنگ منطقه‌ای بشید که پایگاه منطقه‌ایتون یعنی عربستان در کمترین زمان ممکن خودش از درون با فروپاشی مواجه خواهد شد؟ از این جهت خود استراتژیستای غربی میدانند که اگر دست به یک چنین شوخی بزنن، اونی که این وسط ضرر میکنه اتحادیه اروپا، ایالات متحده، پیمان ناتو و از همه بغرنجتر موقعیت طفل نامشروع اینها یعنی رژیم صهیونیستی است. 4 نفرت در منطقه وجود داره که دولت سوریه روی این 4 نفرت موج عملیات روانیش رو سوار میکنه. نفرت شماره 1 نفرت از آمریکاست در این موج انقلاب ها علیه آمریکا. دوم نفرت از دولت های دست نشانده در منطقه است.
سوم نفرت از رژیم صهیونیستی، چهارم نفرت از تروریسم عریان القاعده در سرزمین سوریه است. این 4 دست ترور در واقع نفرت زمینه است که اگر دولت سوریه رو اینها متمرکز بشه از نظر عملیات روانی و هر نوع درگیری با خودش از سوی ناتو رو به جای پاسخ دادن به ناتو به رژیم صهیونیستی پاسخ بده، نتیجه طبیعی اون این خواهد شد که تمام مردم جهان عرب و جهان اسلام پشت سر سوریه به عنوان محور اصلی مقاومت قرار خواهند گرفت. این اون نکته کلیدی است که استراتژیستای غربی میدانند، منتهاش بلوف رنگ داره، بلوف خاکستری، بلوف سفید یا بلوف سیاه. توی اوج گرمای تابستون کدوم توان رو پیمان ناتو داره در این شرایط حمله کنه؟ آیا آماده مواجهه سهمگین اینها هستید؟ فکر میکنید حزب الله لبنان ساکت مینشینه تا اول شما سوریه رو ذبح کنید بعد بیاد سراغ مقاومت اسلامی؟ این نکته حکیمانه رو از امام و ولی امر مسلمین به خاطر داشته باشید. هیچ کس در طول تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشد. امروز مسلمانان یاد گرفتن که به خاطر غفلت هیچگاه ستایش نخواهند شد. از سوی دیگه عنایت داشته باشید، مقوله روسیه که خبر دقیق داریم، روس‌ها در درون خودشون حرفشون اینه که اگر امروز سوریه رو بزنن مورد بعدی ایران و سوریه و چین خواهد بود. به دلیل مشکلات گسترده غربی ها حتما باید بعد از سوریه ایران و بعد هم روسیه رو بزنن. لذا روسیه از ترس مسائل و عاقبت این موضعی که غرب پیش گرفته داره جلو میاد پای صحنه هست. عاشق چشم ابروی مردم سوریه نیست، میدونه که چه اتفاقی افتاده. عمیق‌ترین مسئلهش کجاست؟ اینجاست که سپر دفاع موشکی ایالات متحده که در لهستان بود ضلع دیگه‌اش رو در کشور ترکیه مستقر کردن. پشت ترکیه میشه سوریه و برای روسیه موضع سوریه موضعی بسیار ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکه. لذا سوریه به هیچگاه از این در واقع موقعیتی که داره نباید عقب بنشینه و موقعیت خودش رو حفظ کنه. بالاخره فاستقم کما امرت رو برای این فرمود. پیامبر جلیل القدر اسلام فرمود که سوره هود به خاطر این آیه منو پیر کرد، فاستقم کما امرت. امام راحل می‌فرمود که هر کس به پیامبر گرویده است مأموریت استقامت دارد. ما امروز در شرایط این دوره و این پیچ و گردنی مهم تاریخی رو میگذرونیم که بیداری اسلامی به اوج خودش رسیده و استقامت حداقل کاری است که باید انجام بدیم. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. لذا در یک چنین شرایطی آیا حکومت‌هایی که از نظر بنیان‌های نظام کپیتالیستی و سرمایه‌گرا به شدت در وضعیت بغرنجی هستند امکان این رو دارن که دست از پا درازتر سعی کنن سناریو لیبی رو در کشور سوریه پیاده کنن؟ این ابعاد و ارکان که اشاره کردم سازوکارهایی است که به طور مشخص در روزها و هفته‌های آینده در رسانه‌ها داخلی و خارجی بیشتر ابعادش رو روشن می‌کنیم که بدانند طراحی سناریو و دست بالا از سوی در واقع پیمان اتلانتیک شمالی ناتو علیه سوریه نیست، بلکه برعکسه. لذا تا اطلاع ثانوی وقتی که اتحادیه اروپا، آمریکا و پیمان ناتو رژیم صهیونیستی رو گروگان دولت سوریه دارن، شما نگران هیچ مسئله دیگه ای نباشید. و از سوی دیگه بایستی مردم سوریه و دولت سوریه بدانند که همه پیکان تهدیدشون رو به جای مواجهه با ناتو متوجه مقوله رژیم صهیونیستی کنن. اسم دکترینش اینه. غربی‌ها این دکترین رو خوب میشناسن. دوستان رسانه‌ای با همین مفهوم منعکسش کنن. شمشیر داموکلس. در اسطوره‌های اینها در یونان شمشیر داموکلس شمشیری است که بغل گردن دشمنی گذاشته میشه که هرگاه دست از پا خطا کنه اون عزیز دردانش دچار مسئله میشه. لذا مبتنی بر دکترین شمشیر داموکلس امروز وضعیت سوریه، وضعیت مقاومت اسلامی در فلسطین و در لبنان به گونه است که از 3 زاویه 3 شمشیر داموکلس اطراف گردن رژیم صهیونیستی قرار داده شده. حالا با چنین گروگانی اگر پیمان اتلانتیک شمالی ناتو طرح حمله به سوریه رو داره، یک ورقه دیگه رو کنه تا ما هم یه برگ دیگه از طرح‌های استراتژیکمون رو کنیم. این نکته رو از این حیث میگم که بلوف نزنن که از نظر روانی بخوان روحیه مردم سوریه رو تضعیف کنن، دولت سوریه رو تضعیف کنن یا این فضا رو جدی بگیرن. آنچه که در مورد ایران در قضیه
این تحریم های اقتصادی میگن؟ مگر نمیگن که هر روز کاری میکنیم که کمر ایران و کمر اقتصاد ایران بشکنه؟ آیا ایالات متحده با 16 تریلیون دلار بدهی در شرایطی که 4 تریلیون دلار بودجه سالانشه اون اقتصادش پاشیده، یا ایرانی که با 400 میلیارد دلار درآمد سالانه 1/10 یعنی 40 میلیارد دلار بدهی خارجی داره؟ ما 32 سال تحریم بودیم، 1/10 بودجه سالانمون بدهی خارجی داریم. شما که تحریم کردید، شما که محور قدرت اقتصادی جهان بودید، 4 برابر درآمد کشورتون بدهی خارجی دارید. اقتصاد کی متزلزله؟ بر سر این قضایا نه فشار روانی در مورد فروپاشی اقتصادی ایران و تحریم ها میتواند پایه های در واقع روانی مردم و حکومت ایران رو متزلزل کنه، نه فشار تهدید بلوف خاکستری پیمان ناتو برای حمله به سوریه میتواند زانوی مردم سوریه و دولت سوریه رو سست کنه. این نکته کلیدی است. پس شمشیر داموکلس به عنوان یک شمشیر استراتژیک زیر گردن در واقع عناصر مذموم صهیونیستی است که هرگاه دست به خطایی بزنه پیمان ناتو بایستی جوابش رو در تل‌آویو بگیره، در حیفا بگیره و در شهرهای مربوطش. اروپا و پیمان ناتو، همچنین آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانند بارها امام مسلمین و مقام معظم رهبری فرمودن هر کجا درگیری که یک طرفش رژیم صهیونیستی باشد، آن سوی اون جبهه حتما ایران در واقع کنار طرف مظلومی است که با اسرائیل می‌جنگد. این نکته رو بایستی به اینها گوشزد کنیم که ملت سوریه و دولت سوریه رو در مقابل تهدیدهای رژیم صهیونیستی و هم پیمانانش تنها نخواهیم گذاشت و این رو به عنوان یک گزاره استراتژیک زمانی که آقای رجب طیب اردوغان اینجا آمده بود، مسئولین جمهوری اسلامی بهشون گفتن که بین سوریه و بین کشور در واقع ترکیه، جمهوری اسلامی اگر مجبور به انتخاب بشود کشور سوریه رو انتخاب خواهد کرد. ما به همون نسبت که مردم فلسطین رو در 33 سال گذشته تنها نگذاشتیم در خط مقدم مقاومتشون، مردم لبنان رو، مردم مظلوم لبنان رو در خط مقدم مقاومت در 33-4 سال گذشته تنها نگذاشتیم، مردم سوریه و دولت سوریه رو هم ایران، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عمق استراتژیک جهان اسلام در مقابل کفار صهیونیستی تا آخرین نفس و آخرین در واقع لحظه تنها نخواهیم گذاشت. لذا همچون گذشته که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این بار هم بایستی در ادامه اون نویدی که فرمود ادامه داد که دوستان عزیز عنایت داشته باشید، آمریکا، پیمان ناتو و رژیم صهیونیستی در مقابل ملت و دولت مظلوم سوریه هیچ غلطی نخواهند کرد. ان شاء الله و السلام.